روزبخیر بینندگان عزیز، شما سرخط رویدادها را تماشا دارید که همان روز در همین وقت پیشنهادتان می شود. امروز 30 ایون روز کنسول سفارت تاجیکستان در روسیه با وضع نگهداری مهاجران تاجیک در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی صخره مسکو آشنا شد. در این مرکز مهاجران قرار دارند که قاعده‌های بودوباش روسیه را ویران نمودند و در انتظار انتقال یافتند به وطن میباشند. سفارت میگوید عین حال در بازداشتگاه 11 نفر از زادگان تاجیکستان نگهداری میشوند که برای 9 تن آنها از جانب نمایندگی رایگان شهادتنامه بازگشت تهیه گردیده است. برای تصدیق شخصیت 2 نفر دیگرشان که حجتهای خود را گم کرده اند نمایندگی درخواست ارسال کرده است. کنسول تاجیکستان در صحبت با رهبر بازداشتگاه مسئله‌های حجتگذاری و زودتر به تاجیکستان فرستادن شهروندان موقتا بازداشت گردیده را مطرح کرده است. همچنین ضمن بازدید به مهاجران تاجیک خوراک و لباس و دیگر مواد ضروری رسانده شد. روز خوب داشته باشید.